شرکت برق تاجیک خبر داد که حکومت کشور در سال گذشته حدود 5 میلیارد قرض این شرکت را در نزد وزارت مالیه بخشیده است. مسئولین میگویند این مبلغ از حساب تطبیق سازشنامه‌های قرضی کم کرده شد. مبلغ از حساب قرضی شرکت برآورده شده، همزمان همچون حصه حکومت جمهوری تاجیکستان به فوند آیین‌نامه‌ای شرکت گذرانده شدند. یعنی که این به نهایت یک دستگیری خوب شد برای شرکت برق تاجیک و ما توانستیم که نسبت سالهای پیشین قرض شرکت را با مبلغ زیاده از 5 میلیارد تومان کم نمود. وضع مالیوی برق تاجیک در بازار نیروی برق سالهاست ناگوار میماند. به حالت آغاز سال 2020 قرض این شرکت به بیش از 26 میلیارد سومانی یا معادل 2 میلیارد و 600 میلیون دلار برابر بود. مسئولین شرکت برق تاجیک ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفتند در حال حاضر قرض عمومی شرکت در نزد وزارت مالیه تاجیکستان از حساب تطبیق سازشنامه‌های زیرقرضی 22 میلیارد سومانی باقی مانده است. شرکت برق تاجیک در نزد جمعیت سهامی گشوده نیروی برقیابی سنتوزه یک به مبلغ 1 میلیارد و 595 میلیون سومانی، در نزد نیروی برقیابی سنتوزه 2 میلیارد سومانی و در نزد کانون انگیش که محترم رئیس تایید نمودند 23 میلیون سومانی تشکیل داده. در سال 2020 شرکت برق تاجیک زیاده از 435 میلیون سومانی مبلغ امداد جاری را پرداخت نمود. با گفته مسئولین بزرگترین قرضدار در میان شرکت‌های قرضدار شرکت آلومینی تاجیک بوده است که از برق تاجیک 390 میلیون سومانی قرضدار است. همچنین قرض اهالی از این شرکت 1 میلیارد و 342 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد و قرض دبیتوری قوه برق 3.1 میلیارد سومانی است. شرکت برق تاجیک یگانه شرکت است که بجز از ولایت بدخشان دیگر منطقه های تاجیکستان را با برق تامین می کند. این نهاد بارها از سوی کارشناسان برای ناشفاف بودن فعالیتش مورد انتقاد قرار گرفته است. مسئولین شرکت همیشه این انتقادها را رد کردند. کارشناسان بارهاست که برق تاجیک را به مدیریت نادرست و فساد متهم می کنند و می گویند تا زمانی که اولی درست و دومی را ریشه نکنند هیچ مرهم درد شرکت را درمان نمی بخشد. از اونه که بخشیده شود باید نظارت خیلی جدی کرده شود تا اونه که تلفات برقرار کرده شود. یعنی همون مبلغ هایی که نیست می شود، گم می شود، میبینید قرض اینا باید تحلیل کرده شود که کجا می رود. با سبب قرض زیاد این شرکت دولتی و شکایت از کاریان بعد از 10 سال بحث و بررسی ها در نهایت برق تاجیک را به 3 بخش تقسیم کردند. بنابر طرح اصلاحات ساختار برق تاجیک 2 بخش دیگر آن شبکه‌های تقسیمات برق و شبکه‌های انتقال دهنده برق من بعد مستقل کار می‌کنند.